درود در شما یاران گرامی. در سلسله مباحث سیاست به زبان ساده رسیدیم به بحث ناسیونالیسم که نیمه کارمون. در این جلسه مقوله ناسیونالیسم رو ادامه میدیم و امیدوارم که بتونیم به پایان برسونیم. جناب آقای سلیمانی امیری، برنامه در خدمت شماست. بزرگوارید. با عرض درود خدمت شما جناب علی پیام عزیز و یکایک که بینندگان تلویزیون زن زندگی آزادی و خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم. خب دومین جلسه پیرامون بحث ناسیونالیسمه که این بحث رو هم به اتمام میرسونیم امروز. ما در نوبت پیشین سعی کردیم مبانی ناسیونالیسم رو عرض کنیم، اشکال اون رو و تنوع اون. امروز به شکل خیلی ویژه تر در مورد انواع ناسیونالیسم سخن خواهیم گفت. ناسیونالیسم از اونجا اهمیت داره که اساساً ساخته میشه، یا اصلا تمام ایدئولوژی ها همینه، ساخته میشن که به نوعی جامعه انسانی و اون بشر رو به سمتی ببرن که مدعیان، یعنی سعادت، خیر، رستگاری و خیلی از امور دیگر. ما وقتی در مورد ایدئولوژی ها صحبت میکنیم مهمترین ویژگی اینه که ببینیم کدوم یک از این ایدئولوژی ها کارایی داره. اگر کارا نیست دیگر نمیتوان از اون بهره برد یا استفاده کرد، و اگر استفاده کنیم وضعیت ما نه تنها به سامان نمیشه بلکه دچار خسران و خسارت بسیار عظیمی میشیم. یعنی اون چی که الان مثلا در کشور ما، یعنی ایران و تحت حکومت ولایت فقیه داره رخ میده، همون عدم کارایی یک سیستمی است که مدعی است نظم دینی، حکومت دینی و زعامت علمای دین میتونه جامعه رو از فساد دور بکنه، به سمت فضیلت و رستگاری ببره، و ما دیدیم که چنین نشد. یعنی اگر شما در گذشته به صحبت‌های علمای دین گوش می‌کردید، اونها مدعی بودند که اگر شما جامعه دینی داشته باشید در اون انسان‌ها شادن، فساد کمه، جامعه از اون آلودگی هایی که مثلا در فرهنگ های دیگر هست پیرایش میشه و در نتیجه ما میتونیم یک جامعه خوب و جامعه آرمانی بسازیم. حتی آقای علی پیام بسیاری از افراد مثلا مثل مهندس مهدی بازرگان ها هم مدعی بودن اگر سیاست ما جدای از دین باشه و دین نقشی نداشته باشه اون سیاست رو به سمت فساد و تباهی میره، و بعد از گذشت مدتی فهمیدند که نه، اتفاقا دخالت دین و اون باور و ایدئولوژی ها سبب میشه که نه تنها جامعه از فساد دور نشه بلکه خود حاکمان بیشتر فاسد میشن، خود همون مردان به اصطلاح خدا خودشون بیشتر مادی گرا میشن و به دنبال زرق و برق دنیوی میرن. مقصودم اینه که ایدئولوژی ها به واسطه کاراییشون سنجیده میشن. یعنی ما وقتی میخوایم نگاه بکنیم به کمونیسم، علیرغم ادعایی که اونها دارند که ما یک جامعه آرمانی میسازیم که در اون برابری وجود داره، فقر وجود نداره، انسان دارای کرامته، آیا بعد از 7 دهه حکومت شوروی این رو نشان داد؟ آیا کره شمالی رو نشان میده؟ آیا بقیه کشورهایی که رو به سمت اندیشه‌های کمونیستی رفتن این رو نشان میدن یا خیر؟ همینطور مثلا در مورد فاشیسم، در مورد لیبرالیسم، در مورد سوسیالیسم. بنابراین وقتی ما اینها رو خدمت عزیزان ارائه میکنیم، یک بخشیش بحث منطقه، یعنی ایدئولوژی که منطقش باید به هم بخوره، اما یه بخش دیگرش کاراییه. یعنی چه بسا شما ایدئولوژی دارید که منطقی به نظر میرسه، حداقل شواهد و اسناد و مدارکی اون منطق رو حمایت میکنه، اما وقتی به کار گرفته میشه شما در عمل میبینید که موفق نمیشه. ممکنه یک ایدئولوژی برای یک زمانه‌ای مناسب بوده، اما با تغییر زمان و مکان امروز آیا چون این ایدئولوژی میتونه به ما کمک بکنه؟ ناسیونالیسم هم در همین مسئله میگنجه. یعنی ما ناسیونالیسمی داریم که پیشروه، نوع نگاهش مدرنه، بروزه، اما ناسیونالیسمی هم داریم که واپسگراست، نوع نگاهش بازسازی گذشته است، بازسازی صدها و هزارهای قبله. ما ناسیونالیسمی داریم که دموکراتیکه، فضا رو به سمتی میبره که مردم در امر سیاسی مشارکت میکنن، حاکمیت اونها رو به رسمیت میشناسه،
به اونها ارج و قرب میده. اما ناسیونالیسمی هم داریم که اقتدارگراست، به دنبال استبداده. ما ناسیونالیسمی داریم که آزادی بخشه. بسیاری از اقوام، ملیت‌ها یا کشورهایی که تحت استعمار بودن در پرتو همین ناسیونالیسم یک حلقه اتصالی ایجاد کردن تا در برابر دولت‌های استعمارگر بایستند. اما از اون طرف ما ناسیونالیسمی داریم که سرکوبگره، ناسیونالیسمی داریم که شما رو به انقیاد در میاره، ما ناسیونالیسمی داریم که راسته، ناسیونالیسمی داریم که چپه. خب اینها طبیعتاً در درون اون منطق و کارایی نتایج خاص خودشون رو دارن. یعنی گاهی ما متوجه نمیشیم که یک ایدئولوژی رو که داریم پیروی میکنیم و دنبال روی اون هستیم، عواقبش چه چیزی خواهد، چه سرنوشتی در اختیار ماست. هیچ ایدئولوژی مدعی نیست که من میام زندگی شما رو بدتر کنم، شما رو از مقام انسانیت بندازم، آزادی شما رو سلب کنم، عدالت رو زیر پا بگذارم. هیچ ایدئولوژی اینجوری نیست. اما در عمل نشان داده میشه که چگونه شما دست به سرکوب میزنید. بذارید یه مثال بزنم برای ورود به بحثمون. شما وقتی اندیشه‌های مارکس رو میخونید بسیار وارستگی در اون وجود داره. یک جامعه برابر، یک جامعه آرمانی، یک جامعه که در اون انسان‌ها به اون حقوق خودشون میرسن تصور میشه. اما برای رسیدن به اون فضا شما میبایستی دست به یک سری اقداماتی بزنید که اونها رو مانع برای تحقق میدونید. مثلا با مالکیت مبارزه بکنید، با سرمایه‌داری مبارزه بکنید، با آزادی‌های اجتماعی انسان‌ها در بعد اقتصادی مبارزه بکنید و خود به خود یک جنبه سرکوب در درون خودش ایجاد خواهد شد. یعنی اگر شما میخواید به دنبال گولاک‌ها بگردید، باید بدونید وقتی من برای حفظ عدالت میایم و نوع خاصی از عدالت رو تعریف میکنم و دیگران رو با هر استعدادی، با هر توانایی نادیده میگیرم، طبیعیه که اونها رو مانع تصور کنم و اونها رو نابود کنم. شما به ایدئولوژی اسلامیسم نگاه بکنید، اونها مدعی‌اند که ما میخوایم یک جامعه خوب بسازیم، از فساد تهی باشه، جامعه‌ای باشه که انسان‌ها به اون رستگاری و فضیلت و سعادت و کرامت و احترام خودشون برسن. اما یه مشکل وجود داره. مشکل اینه که من میخوام در این ایدئولوژی خودم یک سری هنجارهای مشخص رو به جامعه تزریق بکنم. یعنی معتقدم که این راه حقه، این هنجار اخلاقی و درسته، اون رفتار نامناسبه. در نهایت وقتی در جامعه میخوام خودم رو اجرا بکنم و مجری باشم، وقتی آقای عالی پیام یک نگرش دیگری داره، با او چیکار میکنم؟ طبیعیه که اون رو باطل میدونم، اون رو از دایره اون فضیلتی که من میشناسم بیرون میدونم، بنابراین سرکوبش میکنم. سبک زندگی سلیمانی رو نمیپسندم، سرکوبش میکنم. و در نتیجه شما بدون اینکه متوجه باشید متوجه خواهید شد در عمل که ما یک ایدئولوژی که مدعی بود فضیلت رو میخواد برامون بیاره، مانع فساد بشه و هزاران خیر و برکت به ما برسونه، در عمل به سرکوبی انسان‌ها منجر شد. بنابراین مسئله بر سر اینه که در مورد ناسیونالیسم هم وقتی صحبت از ملی گرایی میشه باید یادمون باشه ما گاهی تعریفی از ملی گرایی و ملت سازی میدیم که یک عده انسان‌ها بیرون از ملت و تعریف ملت قرار میگیرن. اون وقت با اونا چیکار خواهیم کرد؟ طبیعیه که از حقوق ملت بهره نمیبرن. حالا من برمیگردم به سر اون مبانی اندیشه خودمون، یعنی انواع ناسیونالیسم و اینکه ما باید امروز کدام نسخه از ناسیونالیسم رو مورد استفاده قرار بدیم. اولین ناسیونالیسمی که بسیار سابقه داره و ما با اون آشنا هستیم ناسیونالیسم محافظه‌کاری است. ما در بحث محافظه‌کاری عرض کردیم که محافظه‌کاری چه ویژگی‌هایی داشت. یک ایدئولوژی ناسیونالیست محافظه‌کار همون ایده ها، همون عناصر رو برمی‌کشه و در یک بسته خاصی ناسیونالیسم محافظه‌کار رو می‌سازه. یعنی در درونش یک قوم خاصی برجسته‌اند، یک فرهنگ خاصی برجسته است، یک زبان خاصی برجسته است، یک سلسله مراتبی به رسمیت شناخته میشه. چون در محافظه‌کاری ما اینا رو عرض کردیم، اینجا به دردمون میخوره که ما وقتی میخوایم بحث ناسیونالیسم محافظه‌کار رو مطرح کنیم، اون ویژگی ها به ما کمک میکنه که یادمون باشه
وقتی ما میخوایم ملت رو تعریف کنیم، این ملت یه عناصر فرهنگی خاص داره. الان ناسیونالیسمی که مثلا در جمهوری اسلامی میبینید ناسیونالیسم محافظه کار، یعنی یه فرهنگ شیعی رو برکشیده یا در اون نمای کلیترش فرهنگ اسلامی رو برکشیده. یک بهایی دیگه جز ملت نیست، یک یهودی دیگه جز ملت نیست، یک مسیحی دیگه شهروند درجه دوه، چون اونها این ملتن که یا مسلمان باشن و در کنار شیعه باشن. به همین ترتیب شما ببینید اهل سنت هم از خیلی از حقوق شهروندی بی بهره‌اند. یک زبان خاصی مثلا در محافظه کاری برجسته بشه، مثلا زبان فارسی، زبان کردی، زبان ترکی، فرق نمیکنه. یعنی تعصبی که باعث بشه ما خودمون رو یک قومی بدانیم که این زبان مختص ماست. بقیه افرادی که زبانهای دیگر دارن چه میشه؟ طبیعی که از ملت بیرون میمونن، حقوقشون در قانون اساسی به رسمیت شناخته نمیشه و سرکوب میشن. پس ناسیونالیسم محافظه کار که در گذشته هم دین اون رو مورد استفاده قرار میداد و هم دربار، ناسیونالیسمی هستند مبتنی بر گرایش‌های خاص قومی، گرایش‌های خاص فرهنگی که با تنوع دچار ستیزن، با تنوع تکثر جامعه دچار تضادن. شما نمیتونید بگید ما که به هم پیوسته هستیم یه عناصری داریم، از جمله زبان، از جمله مثلا قوم، از جمله نژاد، از جمله مذهب، اما دیگرانی که اینها رو ندارن با ما یک ملت خواهند بود. اون وقت میبینید در این تعریف ملت سازی شما دچار مشکل خواهید شد. پس ناسیونالیسم محافظه کار چیزی بوده که هم امروز در تعریف جمهوری اسلامی لحاظ میشه و هم در گذشته در دوران پهلوی مد نظرشون بود و اینها برمیگرده به قرون 17 و 18، یعنی در جایی که دولت شهرها یا دولت ملت‌های اروپایی میخواستن تبدیل بشن به یک کشور. در اون فضا نیاز بود که یک گروه‌های خاصی که مثلا در یه شهری زندگی میکردن خودشون رو با اون لهجه خاص، با اون زبان خاص یا با اون مذهب خاص تبدیل کنن به یه ملت. دومین نوع محافظه کاری نوع فاشیستیشه، یعنی نوع خاصی از تعریفی که ناسیونالیسم به دست میده که مضیق‌تر از اون تعریف محافظه کاری است. یعنی یک سری عناصر جزمی برجسته میشه و خود رو در قالب یک دولت قدرتمند که با ملت معنا پیدا میکنه و ملت با دولت معنا پیدا میکنه خودش در اونجا میگه. این نوع ناسیونالیسم یک ناسیونالیسم بی‌طرف نیست. ممکن یک ناسیونالیسم محافظه کار داشته باشید بی‌طرف باشه، اما این نوع ناسیونالیسم قصد سرکوب دیگر گروه ها رو هم داره. یعنی معتقده که جامعه من یک جامعه است که در درون اون مثلا یهودیان هم نژاد با ما آریایی ها نیستن یا ما با آلمانی ها نیستن. چه باید بکنیم؟ فرض بر اینه که ما یک فرهنگ غنی داشتیم، یک فرهنگ قدرتمند داشتیم و این فرهنگ غنی و قدرتمند که تمدن ساز بوده امروز دیگه تمدن ساز نیست. یعنی شما برگردید به اندیشه‌های آلمان نازی میبینید بحث بر سر این بود که شما یک نژاد برجسته دارید، اینها در طول تاریخ اومدن و تمدن ساختن. خب حالا چه شده که ما به این ادبار دوچار شدیم؟ میگن به خاطر اینه که اون نژادی که میتونست بیاندیشه، خلق بکنه، دست به تولید بزنه، امروز به دلیل اختلاط با دیگر نژادها ناخالص شده. دیگه ما آلمانی اصیل نیستیم، بلکه با اختلاط با دیگر نژادها اون ناخالصی ها رو هم در درون خودمون بردیم. حالا برای اینکه برگردیم به اون خلوص نیازمند این هستیم که خودمون رو پاکسازی کنیم و برای این کار باید جامعه رو هم پاکسازی کرد. یعنی بریم به سراغ نژادهای مختلف که اونها رو ترد کنیم، اونها رو بیرون کنیم، نابودشون کنیم، اصلاح نژادی انجام بدیم. حتی جالب اینه که در آلمان نازی چه بسا کودکان معلول آلمانی رو هم میکشتن، چون میگفتن این کودکان معلول باعث ضعف در اون نژاد خواهند شد و در نتیجه زنده موندن اونها به صلاح نیست، چه برسه برای بقیه. بنابراین این تعریف از ناسیونالیسم که تقریبا به همون شوونیسم که من عرض کردم تن میزنه، عواقب وحشتناکی داره و میتونه ما رو به سمتی ببره که در برابر بقیه گروه‌ها و نژادها یا حالا اقوام یا زبان‌ها یا مذاهب یک نگاه خصمانه همراه با طرد کنندگی داشته باشیم. در کنارش
شما ناسیونالیسمی هم دارید که به دنبال استقلاله که من عرض کردم نمونه هاش رو. علاوه خصوص چون این ناسیونالیسمی در غرب شکل نگرفت، به خاطر اینکه غرب همیشه سلطه داشته بر جوامع شرقی. این در جوامع شرقی رخ داده، یعنی ناسیونالیسمی که بسیاری از ایدئولوگ ها ساختن تا در برابر دولت هایی که اونها رو تصرف کرده بودن، مورد استثمار و استعمار قرار داده بودن قرار بگیره. این ناسیونالیسم در غرب شکل نگرفت. برای همینه که شما جنبش های آزادی بخش یا رهایی بخش رو معمولا توسط سرزمین ها و مردمی میبینید که مثلا فرانسوی ها، مثلا انگلیسی ها، مثلا کشورهای دیگر، پرتغالی ها یا اسپانیایی ها بر اونا سلطه داشتن، از جمله مثلا در امریکای لاتین که در برابر اسپانیایی ها قرار گرفتن، یا در هندوستان که بر علیه انگلیسی ها ایستادن، یا در شمال افریقا که بر علیه فرانسوی ها ایستادن. اینا ناسیونالیسم های استقلال طلبن که نوع نگاهشون اینه که ما به عنوان یک ملت حق حکمرانی بر خودمون رو داریم. عرض کردیم در برنامه گذشته که حاکمیت ملت یکی از مهمترین شاخصه های ناسیونالیسم، یعنی کسانی که میخوان حق حاکمیت خودشون رو اجرا بکنن. و تفاوت بین ملت و قوم رو من در اینجا یک موردش که عرض کردم همین مسئله بود. اقوام میل به حکمرانی ندارن، یعنی در همون بستر کشور با اقوام مختلف زندگی میکنن، اما ملیت ها دوست دارن که اون اراده خودشون و حاکمیت خودشون رو هم در جامعه اجرا بکنن. خب این جنبش های استقلال طلب میتواند همیشه به وجود بیاد زمانی که یک حکومتی بخواد منابع کشوری رو تحت تصرف بگیره، اون نظم امپریالیستی، یعنی در جایی که شما میرید به کشوری حمله میکنید که منابع انسانی، منابع مالی و منابع طبیعیش رو به خودتون اختصاص بدید. خب برای این کار یه حاکم دست نشانده هم دارید دیگه که بتونه برنامه‌های شما رو پیاده بکنه، یه ارتش، یه نیروی نظامی یا هر چیز دیگه. بنابراین جنبش ناسیونالیسم استقلال طلب هم در درون همین مسئله معنا پیدا کرد. در کنار اینها ما ناسیونالیسم لیبرال و یا به نوعی مدنی رو هم داریم که تفاوت بنیادینی با اون دو ناسیونالیسم اول داره، یعنی اون ناسیونالیسم محافظه‌کار و اون ناسیونالیسم فاشیستی. ما در بحث لیبرالیسم عرض کردیم در یک جامعه لیبرال انسان‌ها دارای یک احترام، دارای کرامت و اساساً لیبرالیسم فضا رو باز میکنه برای اینکه تنوع و تکثر به ظهور برسه. یعنی برای یک انسان لیبرال ترسی وجود نداره که آقای عالی پیام چه سبکی از زندگی رو انتخاب میکنه، چه سبکی از مشاغل و کارها و کسب رو انتخاب میکنه، با چه معیاری دوستاش رو انتخاب میکنه، یا اصلا به چه هنری میخواد بپردازه. اصلا مهم نیست. تنها قیدش اینه که به حقوق من خلل وارد نکنه. طبیعه سلیمانی هم همینه و دیگران هم همینه. خب این یعنی زیربنای یک اندیشه‌ای که در اون انسان فارغ از اون مسائل اکتسابی خودش یا اونهایی رو که میخواد ظهور و بروز بده بتونه به عنوان شهروند شناخته بشه. یعنی من باید اندیشه آقای عالی پیام رو، ارزش‌هاش رو، مطالباتش رو، اصلا زبانی که دوست داره صحبت بکنه، نوع لباسی که دوست داره بپوشه، نوع رفت و آمدهاش رو به رسمیت بشناسم. وگرنه اگر من ناسیونالیسمی تعریف بکنم که مبتنی بر اون نگاه اسلامی یا محافظه کاری باشه، طبیعیه که باید آقای عالی پیام در همون سلسله مراتب جامعه من یا اون سنت جامعه من خودش رو تطبیق بده. او حق نداره هر جور دلش خواست لباس بپوشه. او حق نداره هر جور که دلش خواست مراوده و معامله با دیگران داشته باشه یا وارد یک هنر خاصی بشه که از نظر من مذمومه. به همین دلیلی که ما امروز در ایرانمون شهروند به معنایی هست، معنایی که مد نظر ما هست در لیبرالیسم نداریم، چون همه باید خودشون رو تطبیق بدن با اون ایدئولوژی که حکومت مد نظرشه. خب این نوع ناسیونالیسم که در درون یک جامعه لیبرال رخ میده تنوع و تکثر رو به رسمیت میشناسه و سعی میکنه این تنوع و تکثر رو که در ابعاد مختلف زندگی انسان و حوزه‌های مختلف ظهور و بروز اندیشه‌هاش مثل هنر، ادبیات، اخلاق یا جنبه‌های فلسفی، اندیشه‌های مختلف اقتصادی، هر چیز دیگه‌ای داره نشون بده به رسمیت بشناسه. اینجاست که این نوع لیبرالیسم، ناسیونالیسم که مبتنی بر لیبرالیسمه، میتونه ظرفیت پذیرش گونه‌های مختلف انسانی رو داشته باشه، گونه‌های مختلف
معقولات مثل هنر، ادبیات و مسائل مختلف رو داشته باشه و حقوق بشر جهانی رو به رسمیت بشناسه. ناسیونالیسم سوسیالیستی هم تا حدودی شبیه به اینه، منتها کمی با اون ویژگی‌های سوسیالیسم که قبلا عرض کردیم. حالا میخوام برگردم به این مسئله. ما نسخه‌های مختلفی از ناسیونالیسم رو ارائه کردیم. به نظر شما کدوم نوعش مناسب امروز ماست؟ یعنی شما فکر کنید دارید در یه جامعه زندگی میکنید که این جامعه وقتی نگاش میکنید از اقوام و ملیت‌های مختلف شکل گرفته، با تنوع عظیمی از انسان‌هایی که اندیشه‌های مختلف دارن، با جهان خارج ارتباط دارن، نوع ارزش‌هاشون خیلی متفاوت شده، چه بسا اون شکاف‌های نسلی به قدری عمیقه که دیگه پدران یک سبک خاصی از زندگی رو دارن و فرزندانشون یک سبک خاص دیگری، چه برسه به پدر بزرگ با نوه و یا افراد دیگر. خب ما وقتی در این جامعه میخوایم برای آینده ایران تصمیم بگیریم، مثل یک بیماری که یک پزشک باید با توجه به بدن او، سبک زندگی او، نوع علایق او رو درمان کنه، طبیعیه که ما هم با توجه به این بیماری‌های زمینه‌ای که در ایران داریم، یعنی اون حکومت مذهبی که سرکوب کرده بقیه رو، اون حکومت‌های خاص استبدادی که سرکوب کرده اندیشه ها رو، اون طبقات خاصی که سعی کردن به جامعه نوع خاصی از زندگی رو القا بکنن، چه نوع طرحی رو ما میتونیم به بهترین شکل ایجاد بکنیم و نسخه ببینیم؟ به عقیده من اون ناسیونالیسمی که ما امروز بهش نیاز داریم ناسیونالیسم مدنی است، ناسیونالیسم لیبراله. یعنی در جایی که تک تک ایرانیان فارغ از اینکه چه مذهبی دارن، با چه زبانی صحبت، خودشون رو از چه قوم و ملیتی میدونن، حقوق یکسان و مناسب و عادلانه شهروندی در قانون اساسی داشته باشه. بنابراین آن ناسیونالیسمی که امروز نه تنها میتونه ما ایرانیان رو در درون به هم پیوند بده، بلکه نگاهی به جهانی شدن و پدیده های بیرونی و بین المللی داره، اون ناسیونالیسم لیبراله. ناسیونالیسم لیبرال فقط به درون کشور نگاه نمیکنه. همونطور که در درون کشور تنوع علایق و سلایق قومیت ها، ملیت ها و مردم رو میسنجه، برای بقیه مردم جهان هم اعتبار و ارزش قائل. یعنی یک رنگین پوست رو به صرف اینکه از یک گروه خاصی است رد نمیکنه. یک یهودی رو در یک نقطه از جهان زیر سرکوب خودش نمیگیره. به اندیشه های نوین یک مسیحی به نوع خاصی سرکوبش نمیکنه و اونها رو به رسمیت میشناسه. همینطور با بقیه مردم جهان. و در نهایت شما کشوری خواهید داشت که در اون هر کسی که به کشورتون خدمت بکنه تبدیل میشه به یه شهر. جناب عالی پیام، دردآورترین وضعیت برای ما ایرانیان اینه که ما نزدیک به 8 تا 10 میلیون ایرانی خارج از ایران داریم و اتفاقا همین بخش از ایرانیان غالبا به همین عدم درک رسیدن و وقتی من گهگاهی در مورد ناسیونالیسم اینا صحبت میکنن و میشنوم میفهمم که اونا هیچ یاد نگرفتن. امروز اگر یک ایرانی وارد انگلستان میشه و انگلستان اون رو به عنوان شهروند خودش میشناسه و بعد از 5 سال 6 سال یک پاسپورت انگلیسی به دستش میده و او رو تحت حمایت خودش میگیره، به تنها چیزی که توجه نداره اینی که دین آقای عالی پیام چی، نژاد آقای عالی پیام چی، زبان مادریش چی، در کجا بزرگ شده، اصلا به اینا نگاه نمیکنه. میگه آیا این آقای عالی پیام به جامعه من خدمت کرده، هنجارهای جامعه من رو پذیرفته، تونسته برای جامعه من مفید باشه؟ بعد میاد بررسی میکنه و بعد از 5 سال آقای عالی پیام رو به عنوان شهروند میشناسه و بعد از 10 سال 15 سال حالا بسته به قوانین آقای عالی پیام میتونه بشه تبدیل بشه به نخست وزیر. در بقیه کشور اروپایی هم هست. ما اگر تعریفی از ناسیونالیسم ندهیم که فردا یک انسانی در ترکیه، یک انسانی در عربستان، یک انسانی در روسیه یا در جای دیگری که وقتی میاد به کشور ما بعد 5 سال کار کردن یا خدمت کردن ایرانی محسوب بشه، ما دچار خسارت خواهیم شد. حالا با چه روحیه‌ای میخوایم این کار رو بکنیم؟ آیا با روحیه‌ای که در اون
یک تفسیر مزیق از ناسیونالیسم میدیم که حتی کرد ایرانی جا نمیشه توش، یک ترک ایرانی جا نمیشه، یک بلوچ ایرانی جا نمیشه، یک عرب ایرانی جا نمیشه. آیا ما میتونیم با این تعریف از ناسیونالیسم به دنبال جذب سرمایه ها و نیروهای انسانی باشیم؟ تأسف آور اینجاست جناب والی پیام که شما وقتی برخی از این ایرانیانی که سالها در کشورهای غربی زندگی کردن رو میبینی، فراموش میکنن که اون جامعه که حقوق تو رو محترم دانسته قبلش یک تعریفی از ناسیونالیسم داده که شما امروز میوه اون درخت رو دارید میچینید در کمال آرامش. کشورهای دنیا امروز با سرمایه‌های انسانی دیگر کشورها تبدیل میشن به یک قدرت. همین ایالات متحده جامعه مهاجران، در اروپا شما نگاه بکنید چه اندازه مهاجران و کسانی که تونستن به صنایع اون کشور، به امور پزشکی اون کشور خدمت بکنن، امروز در درون اون جامعه دارن کار میکنن، یا آلمانی محسوب میشن یا فرانسوی محسوب میشن. اگر نگاهمون رو کمی باز کنیم، دست از اون تعصبات برداریم، اون تقدس سنت هامون برداریم، میفهمیم آلمانی که روزی یه هیتلری داشت و اون جامعه ای رو که همراه هیتلر بود به هر حال اکثریتشون، و در برابر یهودیانی که سالها و صدها در آلمان زندگی کردن اون نگاه رو داشت و همه رو پس میزد و بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندانشون آلمان رو ترک کردن، امروز یک بازتعریفی از ناسیونالیسم داریم که بتونه شهروند ترک رو جذب کنه بعد از جنگ جهانی که بیاد در آلمان کار بکنه و امروز بشه شهروند آلمان، یک ایرانی رو جذب کنه بشه شهروند آلمان. الان شما برید نگاه کنید نمایندگان پارلمان آلمان چند تاشون ایرانیه، شهردار فرانکفورت ایرانیه، نمیدونم شهردار برخی از شهرهای دیگر به همیشه. در امریکا که بسیار فراوانن. چطور تونستن اونا رو جذب کنن؟ چطور ما در ایران یک کرد سنی رو نمیتونیم بیاریمش بالا تبدیلش کنیم به رئیس جمهور؟ چطور یک بلوچ رو که سنیه به عنوان کسی که ایدئولوژیش یا دینش فرق میکنه سرکوبش میکنیم؟ اینه دوستان. بنابراین نیندیشید که این ایدئولوژی ها بی جهتن. نه، گاهی فکرمون رو به قدری تسخیر کردن که داوری های ما منطبق با اونها میشه و اون وقت ما جامعه فقیر خواهیم داشت چون تمام سرمایه هامون از دست میره. امروز اگر در ایران شما میبینید 8 میلیون ایرانی از کشور بیرون رفتن که اکثرشون هم شخصیت های برجسته‌ای هستن در زمینه‌های مختلف، کشور ما رو فقیر کرد. چه چیزی باعث شده که ما این سرمایه هامون از دست بدیم؟ اون ساخت ایدئولوژیک ناسیونالیستی که مبتنی بر مذهب و نوع نگاه خاص. بنابراین ناسیونالیسم لیبرال یا مدنی به ما کمک میکنه که در آینده ایران نه تنها همه مردم ایران رو فارغ از اینکه در کدوم منطقه جغرافیایی زندگی میکنن رو با آغوش باز بپذیریم، الهام بخشی خواهد بود که برخی دیگر از کشورهای منطقه حتی ایران شکوفا رو به جایی ترجیح بدن که بیان کار بکنن و حفظ حقوق شهروندیشون رعایت بشه. و اون وقت کشور ما اگر جذب نیروهای خارجی هم نکنه، حداقل توانایی حفظ نیروهای خودش هم خواهد داشت. بنابراین فراموش نکنیم که چه تعریفی از ناسیونالیسم میدیم که میتونه بسیار بسیار مضیق و خطرناک باشه. در خدمت شما اول صحبتتون اشاره کردید به خمینی و افکار خمینی و اندیشه‌هاش که بر این مملکت حاکم شد و همچنین آقای بازرگان. من یاد یه جمله از خمینی افتادم. میگفت که زمان شاه اینو میگفت شما اوقاف رو بدید دست ما، بعد از 1 سال خواهید دید که یک فقیر در این مملکت پیدا نخواهد شد. الان نه تنها اوقاف دست شماست، چاهای نفت دست شماست، معادن دست شماست، مالیات دست شماست و هر درآمد و ثروتی که این کشور دست شماست، روز به روز مردم ما فقیرتر و فقیرتر میشن. بازرگان هم یک جمله‌ای داره تو کتاب راه طی شده. این کتاب راه طی شده قبل از انقلاب چاپ شد. میگه که اروپا رو نگاه کنید، نه نماز جماعت دارن، نه زیارت عاشورا دارن، نه دعای توسل دارن، نه دعای کمیل دارن، نه روزه میگیرن، نه حج میرن، ولی از ماها خوشبخت‌تر و آدم‌ترن. پس خوشبختی ربطی به دین،
نداره، اون اخلاقیات انسانی است. بحث رو ادامه بدید، من صحبت خاصی ندارم، بفرمایید. خواهش می‌کنم جناب عالی پیام. ببینید جالب اینه که رهبران دینی بحث اقتصاد بحث فرعی اونهاست، یعنی اهتمامی به مسائل اقتصادی ندارن. اونها اساسا معتقدن که شما اگر اندیشه های دینی رو اجرا بکنی اصلا در جامعه فساد به وجود نخواهد، فحشا و منکرات به وجود نخواهد. انواع و اقسام این ادعاهای کلان. اما شما جالبه که نگاه بکنید که جامعه امروز ایران متاسفانه به واسطه همین نوع قوانین دینی به چه سمت و سوی رفت. یعنی فاسدترین ها همان امامان جماعتن، همین روحانیونن، همین مراجع تقلیدن. کسانی که مدعی بودن علی ابن ابی طالب نان و نمک میخورده، اصل ادعاشون اینها بود، نه بحث‌های اقتصادی. که مرد خداست، مرد زاهدی است، روی زمین میشینه، یه حصیری داره. اما شما میبینید امروز در کاخهای عظیمی مشغول زندگیه. در واقع همه اینها نشان میده که بسیاری از این وعده و وعیدها یا فریبند یا در عمل شما نمیتوانید اونها رو در اون راستا ببینید و این فضا رو فراهم میکنه برای ریاکاری، برای تزویر، برای کینه، برای عداوت، برای دشمنی. نقش آموزش اینجا بسیار مهمه. یعنی وقتی ما بحثمون بر روی سکولاریسم و مسائلی از این دسته، برای همینه که در فضای سکولار ارزش‌های اجتماعی رو مردم با عقل و خرد خودشون انتخاب کنن، تنظیم کنن. شما وقتی بخواید یه اندیشه ای رو، حالا دینی یا ایدئولوژیک، به جامعه حقنه بکنی، چون خاصیت دین و ایدئولوژی یک فضای بسته با یک معیارهای محدود و یک حدود و ثغور خاصی است، افرادی که اون سبک زندگی رو نمیپسندن به رسمیت شناخته نمیشن. پس جامعه یا باید اونها رو سرکوب کنه، یا اونها بلند شن و از کشور خارج بشن، یا برن جای دیگری، یا در نهایت سکوت بکنن. خب یک چنین جامعه‌ای نمیتواند یک جامعه مقتدر باشه. حاکمش نمیتونه مشروع باشه، ایدئولوژیش نمیتونه مقبول باشه. تمام بحث بر سر همین هاست که نظمی که در آینده ایران میخواد شکل بگیره، در درون این باورهای سیاسی که ما در چند جلسه عرض کردیم، کدومی کشو برمیگزینیم؟ در این میانه هر کدام هم سعی میکنه از تعصبات استفاده بکنن. ببینید روحانیت در برابر منطق ایدئولوژی ها یا گفتمان های دیگر پاسخی نداره. از چه فنی استفاده میکنه؟ از بعد روانشناختی. یعنی جایی که اثر خیلی زیادی داره، در جایی که منطق کارگر نیست که من این ایدئولوژی رو زیر سوال ببرم یا این دیدگاه و گفتمان رو زیر سوال ببرم. اما برمیگردم و میگم ما 1400 سال با اسلام زنده بودیم. اسلام همه چیز ماست. اسلام هویت ماست. اسلام دین مردم رو میخوان از اینها بگیرن و انواع و اقسام این تعابیر. در حالی که در هیچ جامعه سکولاری دین مردم رو نگرفتن. همه مردم آزادن مناسک دینی خودشون انجام بدن. در درون یک جامعه دموکراتیک سعی میکنن اون رو به هرج و مرج، به فحشا، به اموری که در درون جامعه مثلا افراد عوام جامعه صاحب نظر میشن تنزل بدن. در حالی که ما دیدیم در جوامع دموکراتیک با اینکه همه مردم مشارکت میکنن که از سطح علم و دانش متفاوتی هم برخوردارن، اما برآیند اون سبب میشه که خیر بزرگتری به جامعه برسه، تا اینکه یک نفر یا یک عده معدود بخوان امور جامعه رو هدایت. بنابراین عرضم اینه که عزیزان ما باید توجه بکنن، تفاوت بین تبلیغات رو بشناسن با بحث منطقی، با بحث استدلالی. فریفته شواهد و مدارک روانشناختی نشوند که ما در گذشته چنین بودیم، یا مثلا زندگانی علی چنین بود، زندگانی پیامبر چنین بود، زندگانی شاهان ما این گونه بود، ما در گذشته این گونه زندگی میکردیم. در حالی که امروز تمام فضا، زمان و مکان تغییر کرده. شما درجه فسادی که در درون یک جامعه میتونه شکل بگیره زمانی است که شما به یک انسانی حق انحصاری بدید، قدرت رو به او بدید و بعد فکر کنید اون مرد خداست، بنابراین نیاز نیست که نظارت بکنیم بر کارش. بنابراین طبیعی است که ما در یک چنین جامعه‌ای نمیتوانیم. فردا هم همین مسئله است. یعنی اگر فردا هم ما این رژیم رو کنار بزنیم
باز یک نظم دیگری بیاوریم که مبتنی بر همین کارهای تبلیغاتی باشه و بر ذهن مردم حکومت بکنن، در نهایت و در عمل دچار شکست میشه. پس وقتی بحث از ایدئولوژی ها میشه، مسئله کارایی اونست. به خصوص وقتی بحث از ناسیونالیسم میشه که این روزها دیدید همه داعیه‌دار ملی گرایی هست. اگر میخواید ملی گرا بشید به سلیمانی بپیوندید. اگر میخواید ملی گرا بشید، سلیمانی و خدمات پدران و اجداد او رو رعایت بکنید، به اون احترام بگذارید. هیچ تعریفی سخیفتر از این برای ملی گرایی وجود نداره. در هیچ کجا نیامده که هر کی نگه امیری اجنبی. اما امروز اینها در درون ذهن مردم از طریق همین تبلیغات، همین اکانت های سایبری و خیلی چیزهای دیگری که بعضا هم برخی دولت ها پشتیبانش هستن داره شکل میگیره. ببین آقای علی پیام، من یک بارم عرض کردم اینجا بد نیست بهش بگم. شما دولت اسرائیل رو در نظر بگیرید. سیاست واقع گرایی دولت اسرائیل حکم میکنه، یعنی سیاست خارجی و روابط بین الملل مکتب واقع گرایی حکم میکنه که هیچ دولت قدرتمند و بزرگی در کنار سرزمین شما وجود نداشته باشه که برای شما مشکل امنیتی باشه. ایران کشور بزرگی، جمعیت عظیمی داره و در نتیجه تبدیل میتونه بشه به یک حریف بالقوه برای اسرائیل با توجه به انواع و اقسام منابعی هم که در اختیار داره. طبیعیه که کشوری مثل اسرائیل در صدد این باشه که این کشور رو قطعه قطعه بکنه، چند پاره بکنه. خب این کار رو از چه طریقی انجام میده؟ آیا مستقیم میاد و میگه من میخوام این کار رو انجام بدم؟ نه، او میاد سلیمانی امیری رو برجسته میکنه که تفسیر مزیقی از ملی گرایی میده، از ناسیونالیسم میده و بعد سلیمانی رو بر قدرت میشونه. خب چه میشه وقتی سلیمانی تفسیر مزیقی از ملی گرایی داره که توش فقط خودش و خانواده‌ش و اونهایی که ازش تبعیت میکنن جا میشن، گروه‌های دیگر سعی میکنن به دنبال استقلال باشن، چون تعریف ملت برای اونها دیگه صادق نیست، اندیشه‌های دیگر برای اونها دیگه صادق نیست، دیگه جزء حقوق شهروندی محسوب نمیشه. تازه سلیمانی میخواد همه رو محاکمه بکنه، تحت قالب 57 ها بگیرید، نمیدونم چپی ها بگیرید، ملاها بگیرید، مجاهدین بگیرید، دیگه شعارا که هست دیگه. طرفدار سلیمانی صبح شب داره شعار میده مرگ بر سه فاسد فلانی و فلانی و فلانی، بعد یه تفسیرم میده. خب اسرائیلی که به دنبال تجزیه ایرانه، تکه تکه کردن ایرانه، چه ابزار مناسب تری از گفتمان سلیمانی در اختیارشه که من وقتی او رو بیاورم در درون این کشور نیروهای گریز از مرکز زیادی موجه میشن برای استقلال. چرا؟ چون میگن گفتمان سلیمانی که ما رو به رسمیت نمیشناسه، پس بریم حاکمیت خودمون رو در منطقه خودمون ایجاد. عزیزان من، خیلی با توجه کرد که گاهی تعریفی از ملی گرایی میدیم که خود اون نطفه تجزیه، نطفه استقلال و نطفه آزادی خواهی در درونش وجود داره و ما بدون که متوجه بشیم دنبالش داریم میدویم. اسلام نمیتواند پیوند دهنده باشه، شیعه نمیتونه پیوند دهنده باشه، چون اهل سنت بیرون میمونن، بهائی‌ها بیرون میمونن، یهودی‌ها بیرون میمونن. وقتی مذهب شیعه اثناعشری رو آوردید و قدرت دادید، باید منتظر این باشید که بقیه یا مملکت رو ترک کنن برن یا به دنبال جدا کردن یک قطعه باشن، به عنوانی که خب ما سنی هستیم، شما شیعه، حقوقتون در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. چرا این همه من قصه و داستان گفتم؟ برای اینکه فراموش نکنیم گاهی به قدری شعارها سنگینه ما هم فریب اون رو میخوریم و فکر میکنیم که میخوایم یه ایران خوب بسازیم، اما با ادامه حرکت سلیمانی و گفتمانش میفهمیم که نه، وارد یک فضای جنگ داخلی شدیم، وارد فضای تجزیه طلبی شدیم. پس بی جهت نیست برخی از کشورها از برخی از گفتمانها و برخی از اشخاص اپوزیسیون حمایت میکنن، چون اونها ابزار بسیار مناسبی هستن. همونطور که خیلی از خمینی حمایت کردن، برخی ها در گذشته از خمینی حمایت کردن چون احساس کردن جلوی شوروی کمونیستی میتونه بایسته، میتونه در برابر اون بایسته. حالا در درون ایران چه فجایعی رخ میده مهم نیست. امروز هم باید حواسمون به شدت جمع این مسائل و تعریف هایی که از برخی از ایدئولوژی ها علل خصوص ناسیونالیسم میشه داشته باشه. من ارزم دارم. درود بر شما. بحث ناسیونالیسم رو دیگه بستیم اینجا، نه؟ بله بله. سپاسگزارم. عزیزانی که کامنت میگذارید، در جلسه قبل هم صحبتش شد که ایمان عزیز گفتن که یک جلسه رو جدا
اختصاص بدیم به بحث پاسخگویی به کامنت ها، چون خودش خیلی وقت بره، گاهی شرح زیادی میبره هر پاسخی، بعضی از پاسخ ها. بنابراین عزیزان، ما یک برنامه جداگانه خواهیم داشت برای پاسخ به کامنت های شما. دلگیر نشید از اینکه چرا کامنت های شما پاسخ داده نمیشه، فراموش نمی کنیم. بنابراین کامنت ها و سوالات خودتون رو بگذارید. درود بر شما، تا برنامه دیگه. زنده باد ایران و ایرانی.